با عرض سلام و درود به همگی. ما در شهر مکه قرار داریم و میخوام که یک منحه یک استیپندیایی که هسته برای کسایی که میخوان در مملکت عربی سعودی زندگی کنن، خصوصا تحصیل کنن، از استیپندیا شما را خبردار کنم. نام استیپندیا الدراسه فی سعودیه 2024، درس خواندن یا که تحصیل کردن در سعودیه در سال 2024. نام استیپندیا همین خیلی. چی با میخوام استیپندیا را پیشنهاد کنم؟ استیپندیا قد شما میتونین که ویزای سالانه بگیرین، دیگر نیاز به کفالت شخص عرب ندارین برای زیستن یا که اقامت در داخل سعودیه. این ویزا شما را جای زیستمان میته، راهپولیتان میته، خوراکتان میته. بالاتر این همه شما میتونین که تحصیل خود را، دیپلم خود را بقوت کنین در مرحله ماجستراتور، دکترانت، دیپلم یا بکالوریوس. خلاصه که هم میخونین، هم کار کار میتونین، هم آزادانه گشت و گذار میکنین. و بالاتر ای همه که در شهری هستین که در اونجا کعبه و مکه هسته، برای ما مسلمانان را بالاترین بهترین نعمت خواهد بود. استیپندیای خوانش تنها برای دانشگاه‌های معین نیست، بلکه برای تمام دانشگاه‌های مملکت عربی سعودی هسته، چی در شهر مکه باشه، جده باشه، تبوک باشه و ریاض باشه. دانشگاه معتبر، دانشگاه ملک فیصل، دانشگاه ام القری، دانشگاه ملک سعود، در تمام تخصصات، چی در تخصص هندسه باشه، چی در تخصص علوم فیزیک و دیگر رو باشه، یعنی مجموعاً در تمام تخصصایی که دارین، ای طب، ای هندسه و دیگر شما میتونید در منحه یا استیپندیا تقدیم کنین و در حال قبول شدن میتونین که هم اقامه و هم زیست، هم جای خواب، همه چیزتون تیار باشه. و برای تقدیم کردن در این استیپندیا الان وقتش است و باز است تا 7 دکبر. پس کسایی که خواهش زیستن و خواهش کار در سعودی را دارن یا عموما خواهش خواندن دیپلم معتبر را گرفتن در تخصصهای خودشان که در دانشگاه‌های معتبری این مملکت تحصیل میکنن با زبان دلخواه خودشان، میتونین که در سایت این استیپندیا در آمده ثبت نام کنین. آرزوی موفقیت و کامیابی برای تمامی شما. سلام علیکم.